جالبه که آدما میان پیش شما و زندگی رو طلب میکنن. این که میتونین زندگی رو به عده زیادی برگردونین خیلی حس بزرگیه. من زندگی رو بر نمیگردونم بهش. ما کمک میکنیم از اون راهی که وجود داره، در کنار هم یه راهی رو میریم. یه عین اینجوری میتونم بگم مثل یه دریای پرتلاطمه که باید ازش رد شیم. پزشک تقریبا نقش کشتی رو داره که مریض رو میگیره، سوار خودش میکنه، با اون ابزاری که وجود داره از اون دریا رد میشه. دقیقاً. و خود این باز یه قصه بله. درسته که حتما پزشک داره، یعنی مرگ و زندگی دست شما نیست، ولی واقعا خیلی لذت بخشه و وقتی یه مریضی خوب میشه خیلی لذت بخشه. یعنی واقعا تمام دنیا رو بهت میدن و وقتی که عاجز میشی میبینی که نمیتونی، یعنی به یه جای خیلی موقع نمیشه، یعنی هیچ کاری نمیشه کرد و در مقابل طبیعت باید تسلیم بشیم، لحظه دردناکیه. خب خود اینم خیلی دراماتیکه. بله. و خیلی غم و شادی خیلی خیلی عمیقه. خیلی موقع مثلا من فکر میکنم ما تو جامعه خیلی موقع فکر میکنیم آدما دیگه همدیگه رو اونقدی دوست ندارن، یعنی این چیزی که میبینیم مثل قدیم دوست ندارن. حداقل تو یکی از چیزایی که ما تو مطب تو کلینیک میبینیم اینه که چقدر این خانواده ها همدیگه رو دوست دارن، چقدر برای همدیگه برای یه روز بیشتر موندن درد رو تحمل میکنن تا یه روز پیش عزیزاشون بیشتر بمونن. این خب خیلی چیز روز به روز زندگی مهم و ارزش داره. هر روزش من قبل